با اشکهاش دفتر خود را نمور کرد، ذهنش ز روضه های مجسم عبور کرد. در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد. شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است. در بیتهاش مجلس ماتم به پا شده است. در اوج روز خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت. وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت. باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست. بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت. یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت. بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت. یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت. حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرش چیان گریه می کند. با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید، بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید. او را چنان فنای خدا بی ریا کشید، حتی براش جای کفن بوریا کشید. در خون کشید قافیه ها را، حروف را، از بس که گریه کرد تمام لحوف را. اما در اوج روضه کم آورد و رنگ باخت، بالا گرفت کار و سپس آسمان گداخت. این بند را جدای همه روی نیزه ساخت، خورشید سربریده غروبی نمی شناخت. بر اوج نیزه گرم طلوعی دوباره بود، او کهکشان روشن 17 ستاره بود. خون جای واژه بر لبش آورد و بعد از آن پیشانیش پر از عرق سرد و بعد از آن خود را میان معرکه حس کرد و بعد از آن شاعر برید و تاب نیاورد و بعد از آن در خلسه‌ای عمیق خودش بود و هیچ کس. شاعر کنار دفترش افتاد از نفس. آفرین. خیلی خوب. آفرین. چه ابتکاری و نو و شیرین و خیلی خوب.